بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم میگم همه دوستانی که توی لایو هستن. موضوع لایو ما ساخت بیزینس پولسازه. یعنی یه بیزینس میخوایم براتون درست بکنیم که ظرف یک ماه، یعنی توی 30 روز شما استارتش رو بزنید و کمتر از 3 ماه بتونید درآمد 100 میلیون تومانی داشته باشید و حتی طی 1 سال بتونید درآمد میلیاردی رو بزنید. من دکتر بهرامپور هستم، مؤسسه آکادمی BMR که این آکادمی تلاشش رو کرده تا الان بیش از 1200 دانشجوی میلیاردی پرورش داده و موفق هم بوده. رزومه و کارهاشو میتونید توی سایت که لینکش توی بایو پیج هامون و حتی آپارات هست حتما ببینید، پیگیری بکنید تلاش هامون را و دستاوردهایی که داشتیم. زیر صفحه‌ای که لایو داره ارائه میشه به شما بنری هستش که تاریخ جلسات مشخص شده و با موضوعاتی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم. یه عنوانهای برنامه و به قول معروف لیست برنامه رو من بهتون بگم چیکار باید بکنیم. تو 8 جلسه از الان تا پایان خرداد، طبیعتا روزهای شنبه تا چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه لایو نداریم. این آموزش ها به شما داده میشه. از ذهنیت ثروتمند و ساخت ذهن پولساز شروع میکنیم تا برسیم به یه بیزینس درآمدی و میلیاردی. این 8 جلسه را حتما باشین و بتونین یادداشت برداری بکنید. حتما یادداشت برداری بکنید. زندگیتون رو تغییر میده. از این فرصتی که الان قسمت شما بوده دیگه، از این فرصتی که الان خدا داده به شما استفاده بکنید و این اتفاق رو برای خودتون، زندگی خودتون رقم بزنید. هر داستانی حاشیه‌ای فکری الان توی سرتون هست بذارید کنار، به مدت 30 دقیقه این اتفاق را ببینید و بدونید که شما میتونید یه بیزینس پولساز داشته باشید. خب توی 2 جلسه اول، یعنی امروز و فردا، میخوایم ساخت ذهنیت پولساز را براتون بگیم. امروز موضوعی که میخوام بگم اینه که ببینید اتفاقهایی که توی زندگی ما، توی ایران ما، توی آموزش پرورش ما، توی ساختار پرورش کودکی ما به وجود اومده این بوده که ذهن ما درست پرورش پیدا نکرده واسه اینکه ما هم یه بیزینسمن باشیم، ما هم یک کارخونه دار باشیم، تولید کننده باشیم، کارآفرین باشیم، سفره گسترده‌ای داشته باشیم برای اینکه نون رسون دیگران باشیم. خودمون سر سفره یکی دیگه نشستیم، خودمون حقوق بگیر هستیم، خودمون 8مون به قول معروف گروه 9مونه. چی کار بکنیم این ذهنیت اصلاح بشه؟ من تو 5 مرحله این ساختار رو براتون میگم. ساخت ذهن ثروتمند و ذهن پولساز را تو 5 مرحله بهتون میگم. قدم اول چیه؟ از کودکی و نوجوانی عرض کردم خدمتتون که نگرش ما را نسبت به پول تغییر دادن. اون نگرش درسته، حالا ساختار مختلفی داره. اشتباهاتی که توی آیین‌های دینی و مذهبی ما هست، دین ما ایراد نداره به اشتباه به ما تلقین شده و آموزش خانوادگی ما، آموزش پرورش ما که قطعاً بوده، باعث شده که این ذهنیت اشتباه به وجود بیاد، تو ما نهادینه بشه و نتونیم سمت پول بریم، پول هم سمت ما نیاد. بسیاری از باورهایی که ما درباره پول و ثروت داریم از کودکی تا الان اشتباه بوده. میخوایم دونه دونه انگشت بزنیم روی دردها و اونها رو برطرف بکنیم. چه اتفاقاتی مثلا افراد ثروتمند توی ذهن ما کردن؟ یا افرادی هستند که یا خودشون دزد بودن یا باباشون دزد بوده. یه جمله خیلی قشنگی از شعرش اگر یادم بیاد، از آسمان زر که نباریده سرش، یا خودش دزد بوده یا پدرش. یا آدمای ثروتمند همیشه مشکلات زیادی دارن، دنبال دین مذهب نمیرن، یا مشکلات زندگیشون زیاده. از این افکار منفی که ما نمیتونیم پولدار بشیم، پول سمت ما نمیاد، همیشه توی فازهای منفی تابیدیم. خیلی جای مختلفی هم بوده، مثلا توی سلسله سریال هایی که از تلویزیون پخش میشه، حالا چه ایرانیش چه خارجیش، فیلم های سینمایی که تا الان دیدیم، همیشه دنبال اتفاق منفیه
و نهادینه کردنش، که یعنی اگه میخوای آدم سالمی باشی، اگه میخوای آدم با دینی باشی، اگه میخوای آدم انقلابی باشی، اگه میخوای تو ایران زندگی کنی، باید پراید سوار بشی، باید نمازت اینجوری بخونی، باید با بدبختی‌ها بسازی، باید با موتور بری بیای، باید کارمند باشی، باید کارگر باشی، باید مشکلات بچه‌تو تحمل بکنی، باید با چالش‌های ایران روبرو بشی و ببینی. اینها چیزایی بوده که توی مخ ما کرده. به مرور زمانها ساختارش هم حالا مواردیه که خیلی هاشون نمیشه گفت، ساختارش هم عمدتاً دست دولت سیستم ایران نبوده، یه موضوعاتی از بیرون هم روی این اتفاق اثر گذاشته و بوده. باورهای اشتباهی که پول ما را از دین و مذهبمون دور میکنه. جالبه خیلی از بچهای مذهبی هم که خیلی هم مورد احترام من هستن، ولی بخوان سالم باشن با یه اشتباه رفتاری دارن، ناخودآگاه توی وجودشون نهادینه شده. اینکه برای اینکه خودشون از این ناتوانی خودشون برای رفتن سمت بیزینس های ثروتمند فرار بکنن، میان چیکار میکنن؟ ایرادهای آدمای پولدار و ثروتمند، اونی که سوار شاسی میشه، اونی که کارخونه داره، اونی که خونه خوب داره، را روی ایرادهاش زوم میکنن، ایرادهاشو بولد میکنن. با خانومش مشکل داره، طلاق میگه. با خانومش مثلا خانوادهش بچه نمیدونم معلول داره، یا حالا اتفاقهای مختلف منفی که توی اون زندگی هست، توجه به فلان فقیره نمیکنه، خودش کباب میخوره اون نمیخوره، از زندگیش برای دیگران نمیبخشه، یا هر چیز دیگه. چیه مشکل؟ صدا تو لایو داره لنگ میشه، گوشی تحمل نداره هم ریکورد کنه هم لایو. شما گوشی شما اینطوره یا بچه ها گفتن؟ بچه اگه صدا اوکی نیست بهم توی پیام ها بنویسید تا ما بتونیم که اصلاحش بکنیم. فشار داره میاد به گوشی، هم داره رکورد میکنه هم بعید میدونم این اتفاق باشه. بذار بریم تا آخر ببینیم که بعد چی میشه. خب چون ما تلاش کنیم ضبطم بکنیم بچهای دیگه داشته باشه. خب یه کتابی هستش به نام اسرار ذهن ثروتمند، مال آقای تی هاربر اکر، که میگه با ذهنیت فقیر اگه بخوایم زندگی بکنیم همیشه فقیر میمونیم. ذهن رو اول باید درست بکنیم، اون اتفاق درسته را برای خودمون ایجاد بکنیم تا قدم به قدم درست بشه. پس شروعش از اینه که تغییر این ذهنیت، تغییر این باورهای محدود کننده‌ای که برای خودمون هست را بیایم شناسایی بکنیم، چه باورهای اشتباه و منفی تو وجود ما هست، اونها را ببریم سمت اصلاحش و قدم با این تمرین ها بریم سمت ثروتمند شدن، سمت یه بیزینس پولساز. باور این که مثلا من نمیتونم زیاد پولدار بشم، من نمیتونم این کار رو انجام بدم، این اشتباهه. کسی که پول زیاد داره خیرش به دیگران نمیرسه، اینا اشتباه هستش. پس گام اول چی بود؟ از کودکی و نوجوانی یه سری نگرش ها، باورها را توی وجود ما گذاشتن که این اشتباهه و باید اصلاح بشه. با تمرین پیداش بکنیم، اصلاحش بکنیم. یه سری مثال هایی هم زدم از حالا جای مختلف که این مورد باید اصلاح بشه. گام دوم، کنترل داشته باشیم روی صحبت‌ها و گفتارهایی که درون ما شکل میگیره. دیدین توی ذهنمون با خودمون حرف میزنیم، عمدتاً روی خیلی از موضوعاتی که برامون اتفاق مثبت نمیفته هی خودمون رو سرزنش میکنیم. من اگه این کار کرده بودم اینجوری میشد، چرا من اصلا بلا نسبت شما، خاک تو سر من که این اتفاق افتاد، خاک تو سر من که نمیدونم این خانواده را انتخاب کردم، این کار را انتخاب کردم، این مسیر را رفتم، خودم رو بدبخت کردم، درس نخوندم، یا هر چیز دیگه‌ای. گفتگوی درونی شما تأثیر زیادی رو باورهای قلبی شما میذاره. نباید دائم خودتون رو سرزنش بکنید. قبول بکنید این جایی که هستین و قدم بردارین برای اتفاقات بهتر. اگه دائم با خودتون دارین به شیوه‌های منفی صحبت میکنید، خودتون رو لایق موفقیت نمیدونید، هیچ وقت هم به اون ثروت نخواهید رسید. ما الان داریم تو این جلسه و جلسه فردا چه صحبتی میکنیم؟ داریم اصلاح میکنیم
ذهنیتمون را برای اینکه ذهن پولساز و ثروتمندی داشته باشیم. داریم انگشت می‌زنیم رو ایرادها. پس خواهشم اینه که دوستان ناراحت نشن از موضوعاتی که داریم میگیم یا سمت حواشی دیگه‌ای که ایرانمون یا دینمون یا چیزای دیگه نرن. و اصلا این موضوع نیست. ما قرار نیست که ایراد مملکت رو بگیریم بولد بکنیم یا ایراد حالا کارامون دیگه را. میخوایم خودمون کار بکنیم. ما خودمون میخوایم سیستم ذهنی درست بکنیم که بریم بیسش رو توی وجودمون بسازیم و بریم سمت پولسازی و ثروتمند شدن. پس چه تمرینی لازمه برای تغییر ذهنیت فقیر به ثروتمند؟ گفتگوی درونی مثبت و سازنده‌ای داشته باشیم. چطوری؟ این تمرین رو بچه‌ها اگه یادداشت قلم کاغذ دارین یادداشت بکنین. از امروز با خودتون هر روز صبح از خواب که بیدار میشین، به قول این صوت‌ها و آموزش‌های انگیزشی که هست، از خودتون تعریف بکنید، شکر خدا کنید که یه فرصت دیگه بهتون داده و در اصل بگین که من، این جمله رو تکرار بکنید، من شایسته ثروتمند شدن هستم و امروز تلاشمو میکنم که یک قدم بیشتر برای این کار بردارم. من شایسته ثروتمند شدن هستم و امروز تلاشمو میکنم که یک قدم سمت این موضوع برم. اوکی؟ هر شبم که بخوایم بخوابین همین اتفاق. ذهنتون را درگیر این موضوع بکنید. اول شکر خدا بکنید که وارد این مسیر شدین، این زندگی را دارین، این موقعیت را دارین، هر چیزی که دارین، نه اصلا وارد چیزای منفی نشین، هر چیزی که دارین. و بعد هم فکر بکنید تا 1 سال دیگه این بیزینس به شما ماهیانه 1 میلیارد تومان میده. با این 1 میلیارد تومان میخواین چی کار بکنید؟ حقوق این ماهتون، کلمه حقوق اشتباهه، مزد این ماهتون، درآمد این ماهتون از بیزینستون 1 میلیارد تومان. با این 1 میلیارد چی کار میخواین بکنید؟ شروع کنید خرید انجام بدید. تو ذهنتون اتفاقاتی که قراره براتون بیفته با اون 1 میلیارد تومان را و تصمیماتی که دارین با پول انجام بدین را واردش بشین. پس هر روز صبح شروع میکنی، بیدار میشی، شکر خدا را میکنی، میگی که من شایسته ثروتمند شدن هستم و تلاش میکنم امروز 1 قدم به سمت این اتفاق برم، از مسیر درستش که آموزش میدیم بهتون، نه مسیر غلط. هر شبم که میخوایم بخوابین شکر خدا کنین که افتادین توی این مسیر و این اتفاق و این اتفاقها امروز براتون افتاده و فکر بکنین که 1 سال دیگه، تا 1 سال دیگه که درآمد میلیاردی را کسب میکنین، از پلکان یه دفعه نمیشه 1 میلیارد سعودیه، از صفر شروع میشه، هر ماه اتفاقای خیلی خوبی میفته و میرسیم به اون 1 میلیارده. با این 1 میلیارده میخواین چی کار بکنین؟ خرید بکنین. ذهنتون رویا پردازی نه، رویا پردازی اشتباهه. مثلا تا میگه اگه پول داشتی چی کار میکنیدی؟ میگه من میرفتم آمریکا، میرفتم نمیدونم خونه چند طبقه فلان میخریدم، ماشین فلان میخریدم. آخه یه سری چیزها واقعا رویا پردازیه. اون نیاز خوبی که تو الان داری توی زندگیت اینه که یه ماشین شایسته داشته باشی، یه خونه خوب داشته باشی، یه خانواده خوب داشته باشی، یه بیزینس خوب داشته باشی. این اتفاقای خوبیه که قرار برات بیفته. به برادرت، به خواهرت، به خانوادت، به دوستات کمک بکنی، دست دیگران رو بگیری بیاری سر سفره بیزینست، کارآفرین باشی. اینا میشه اتفاقایی که با اون پوله باید روش تمرین بکنی. هر شب ذهنت را تمرین بدی بهش، وارد این عرصه بشی، ذهن ثروتساز را بسازی. پس گام اول چی شد؟ یه اتفاقای خیلی بدی توی کودکی و نوجوانیمون افتاده، آموزش‌ها، نگرش‌های اشتباهی به ما دادن که باید اینا رو شناسایی بکنیم و از خودمون دور بکنیم. حالا چه آموزش پرورش باشه، چه پرورش خانوادگیمون باشه، چه پرورش دینی و مذهبیمون باشه، فرقی نمیکنه. اون اشتباهات باوری که ما در مورد ثروت و پول داریم باید رفع بشه. گام دوم چی بود؟ کنترل کنیم گفتارهای درونی خودمون رو سرزنش نکنیم و تمرینی که بهتون دادم هر روز صبح و هر شب با خودتون چه صحبتی داشته باشیم برای
تمرین ساخت ذهن ثروتمند. گام سوم، تمرکز بکنید روی موفقیت و ثروت برای داشتن ذهنیت ثروتمند و ثروتساز. ببینید بچه‌ها، تمرکز کردن بازم این نیست که وارد رویا بشیم، اینه که از شما از چیزهای منفی فاصله بگیرید. تمرکز شما باید همیشه روی موفقیت و ثروت باشه، نه چیزهای منفی، شکست‌ها، نرسیدن‌ها، اتفاقات بدی که براتون افتاده. هر اتفاقی که تا الان افتاده دیگه. از الان خودتو بپذیر و قدم بردار و همیشه رو به جلو نگاه کن. مثل این ماشینی که داره توی تاریکی حرکت میکنه، رو به جلو حرکت کن. ما میشیم چراغ اون ماشین، مسیر رو برات باز میکنیم. رو به جلو فقط فکر کن، به پشتت نگاه نکن. به اتفاقات بدی که تا الان توی زندگیت افتاده نگاه نکن. اگه انرژی خودت رو روی اهداف مثبت متمرکز بکنی، قدرت اون افکار مثبت بیشتر میشه و در نهایت اون افکار مثبت به واقعیت تبدیل میشه. افراد ثروتمند هم همین جوری هم، به جای اینکه به کمبودها و شکست‌ها فکر بکنن، تمرکزشون رو میذارن روی فرصت‌ها، روی رشد، روی پیروز شدن. اصلا به شکست فکر نمیکنه. شکست هم بخوره دوباره پا میشه ادامه میده. مگه میشه توی این دنیا شکست نباشه؟ هست، ولی تمرکزش روی چیه؟ روی موفقیت، روی رشدش. شما هم باید مثل اون ثروتمندها به جایی که تمرکزتون رو بذارید روی موانع، روی مشکلات، روی اتفاقای بد، تمرکزتون رو بذارید روی راه حل، روی اهداف بلند مدتی که دارید، روی موفقیت هایی که میتونید کسب بکنید. مانع و چالش ها و مشکلات توی زندگی ما توی این دنیا همیشه بوده و هست. اصلا من و شما اومدیم به این دنیا که حلش بکنیم دیگه. این بازی رو باید حلش بکنی، این چالش رو باید حلش بکنی. این دنیا مال حل کردن چالش هاست. هر کسی چالش رو بهتر حل بکنه به موفقیت و کمال میرسه، چه معنویش باشه چه مادیش باشه، هیچ فرقی نمیکنه. بیشتر افراد هم به صورت طبیعی تمایل دارن به فکر کردن به کمبودها و مشکلات. افکار منفی همیشه بوده و هست. هر جا که بری، اخبار میبینی، سریال میبینی، تو جمع‌ها نشستی، مهمونی دور هم داری، همیشه جمله اول دوم نه سوم در مورد افکار منفی، خبر منفی، نمیشود، نمیتوان، یا اگر کسی هم اتفاق خوب براش افتاده داریم بد در موردش صحبت میکنیم. نکنه زمین بخوره، نکنه چشش کنن، نکنه فلان. پس انرژی منفی ایجاد میکنه، شما رو از ثروت دور میکنه. یادتون باشه تجسم، حالا راه حلش، تجسم و تصویرسازی ذهنی مثبت ابزار قدرتمندی هستش برای جذب ثروت. شما باید به جای اینکه فکر تجسم کنید، فقر و شکست و نمیشود و نمیتوانم و اینها، روی موفقیت و ثروت فکر بکنید تا ذهن ثروتمندی برای خودتون بسازید. پس این شد قدم سوم. قدم چهارم که خیلی هم مهمتره، یه خورده سرعتش بدم کار را، اینه که فقط حرف نزنید، عمل بکنید. قرار نیست با فکر ساختن ما پولدار بشیم، باید عمل بکنیم در راستای همون ذهن ثروتمنده ها. صحبت کردن در مورد اهداف و آرزوها مهمه ها، اینکه شبها با خودمون واگویی داشته باشیم، صبحها واگویی داشته باشیم در مورد موفق شدن مهمه، اما کافی نیست. افراد موفق نه تنها در مورد اهداف خودشون حرف میزنن، بلکه به صورت فعالم پیگیرش هستن. خیلی ها دیدن از صبح که بیدار میشه تمرکزش روی موفقیتشه، نماز میخونه تمرکزش روی موفقیتشه، بیزینسشه، ورزش میکنه، تفریح میکنه، شناه میکنه تو دوره هم، نه که دائم کاسبی بکنه، نه، تمرکزش اون سمتیه، اون سمتی میره، زمان خودش رو توی غیر بیزینسش هدر نمیده، با آدمایی میتابه که با آدمایی میچرخه که به بیزینسش مرتبط باشن، موفق باشن، هر لحظهش رو داره استفاده میکنه. اقدام و عمل کردن یکی از مهمترین تفاوت‌ها بین افراد موفقه و افراد ناموفق. ما چی کار میکنیم؟ اونایی که حالا موفق نیستن به نوعی
همیشه دور همی‌ها یا هر اتفاقی که میخواد بیفته، آدمایی که دورمون انتخاب میکنیم صرف این که یه اتفاق خوب بیفته. هدفمند برای بیزینسمون این انتخابا رو نداریم. اگه میخواید درآمدتون چند برابر بشه، باید قدم‌های اولیه رو به سمت ثروتمند شدن برداریم. شروعش هم خیلی خوب دشوار هستش دیگه، سخته. بخوای یه دفعه زندگی تو تغییر بدی سخته، باید قدم به قدم این اتفاق برات بیفته. اما به شروع کار، وقتی یعنی قدم برداری بری سمت این داستان، مسیر برات هموار میشه. شروع کنید، یا آموزش درست ببینید، یا بیزینس درست بسازید، گام به گام برید جلو. تو همین سلسله آموزش ها قدم به قدم میرسید به سمت ثروت. وقت زیادی هم نمیخواد، روزی چند ساعت وقت بذارید، یواش یواش کشیده میشید خودتون سمت این موضوع. و هر روزم نسبت به روز قبل ایرادای خودتون رو برطرف بکنید، ببینید روز قبل به چه صورتی بوده. این صدای فکر میکنم به چرخه توی چیزا، سعی کنید که صدای اضافه نباشه. و ایرادای روز قبلتون رو برطرف بکنید، بازبینی بکنید، اصلاح بکنید، دوباره انجام بدید. خب دنیا و کائنات به چی مزد میدن؟ به عمل مثبت مزد میدن، نه به فکر کردن بهش، نه به ذهنیت. این چرت و پرتایی که توی لایو های آموزشی در این موردها دارن میگن که فقط فکر کن، یوگا داشته باش، تمرکز کن، اینا یه سری چرت و پرته. تا عمل گام دومش عمل مثبت نباشه، قدم بر نداری سمتش، اتفاق خوبی برات نمیافته. گام پنجم و آخرین گام. قبل از این موضوع بگم چند نفر بچه‌ها حدوداً توی لایو داریم؟ خب تعدادمون بازم کمه، ولی این اتفاق خوبه رو براشون رقم میزنیم. ما هر روز قراره که قبل از اینکه گام پنجم رو بگم، هر روز قراره که ما به چند نفر هدیه بدیم به پاس اینکه توی لایو ها شرکت میکنن که انگیزه بشه ورود پیدا بکنن، حتی مسیرشون هموار بشه برای ساخت بیزینس پولساز. 2 تا هدیه میدیم هر روز. هدیه دیروزم که با 20 دقیقه تأخیر داشتیم میاریم روی هدیه امروز. این 2 تا هدیه چیه؟ به یک نفر فقط گنجایش نداریم. آکادمی ما نمیتونه به همه بچه‌ها این اتفاق رو براشون رقم بزنه، مگر اینکه هزینه کاملش پرداخت بشه. هزینه دوره 1 ساله آکادمی ما 60 میلیون تومان برای 1 سال، هزینه‌ای هم نیست. ماه 5-6 تومنه، از نقطه صفر شما رو میرسونه به نقطه میلیارد. واقعا ارزشش داره. حتی 600 میلیون تومان هم بدین ارزشش داره، چون تو 1 ماه برمیگرده این پول به شما. ولی ما بعد پاس همراهی شما به صورت قرعه کشی به قول معروف به 1 نفر از بچه‌هایی که توی لایو هستن، حالا مسیرش رو آخر لایو میگم خدمتتون، به 1 نفر با بن تخفیف 90% این هدیه رو میدیم. یعنی با 10% هزینه آکادمی ما ثبت نام میکنه توی آکادمی ما 1 ساله ما و از نقطه صفر همین الان هیچی نداره، فقط با یک گوشی ورود پیدا میکنه. نقطه خروج 1 سالش با کوچ خود من تبدیل میشه به یه آدمی که بیزینس میلیاردی داره. و این هم تضمینی هستش، هم دوره 3 ماهه بیزینسی که استارت میزنن و به درآمد 100 میلیون تومان میرسن تضمینی هست، هم دوره توسعه مهندسیش که دوره 6 ماهه هست، کوچ خود من رو داره و به درآمد میلیاردی میرسن تضمینی هست. اولین نفری که امروز 2 نفر داریم، اولین نفری که این اتفاق براش میفته دیروز و امروز میشن دانشجوهای لایو ما، ورود پیدا میکنن و خودمون این مسیر رو براشون رقم میزنیم. نفر دوم که هدیه داره که بازم برای امروز و فردا 2 نفر هستن، یه جلسه مشاوره رایگان ساخت بیزینس پولساز با خودم دارن که انتخاب میشن و زمان براشون تعیین میکنیم و هر اتفاقی که قراره براشون بیفته توی 45 دقیقه، 1 ساعت، نیم ساعت اون جلسه لایو برگزار میکنیم باهاشون و جلسه آنلاین برگزار میکنیم، بهشون مشاوره میدیم که مسیر درست رو برن. پس ما این 2 تا هدیه رو میدیم به بچه‌هایی که توی لایو هستن، بون تخفیفی 90% و یه جلسه مشاوره رایگان. دیروز 2 تا داشتیم آوردیم روی امروز که حالا بعد از اینکه قدم پنجم رو گفتم میگم چطوری میتونید شما استفاده بکنید. قدم پنجم چیه؟ موانع ذهنی رو از بین ببرید. موانع ذهنی ساخت
ذهن ثروتمند رو از بین ببرید. برای رسیدن به موفقیت باید با خودتون صادق باشید دیگه. قبول بکنید که الان کجا هستی. باورهای منفی که نسبت به پول دارید را قبول بکنید که تا الان این باوره رو داشتید و بذاریدش با تمرین کنار. از بین ببریدش. اگه باور دارید که پول باعث فساد میشه یا ثروت به دست آوردن سخت و غیر ممکن هستش، این باورها مانع از پیشرفت شما میشه. با تمرین کار کردن روی فکرتون موانع رو حذف کنید. سعی کردم عنوانها رو بنویسم و بهش نگاه میکنم اینجا که از قلم نیفته و حق مطلبم براتون ادا بشه. پس گام پنجم این شد. حرف آخرم چیه؟ حرف این آخرمه که با داشتن یه ذهن ثروتمند و ثروتساز، ارتباط برقرار کردن با بیزینس های ثروتمند، با آموزش هایی که در این مورد ما بهتون میدیم و جای دیگه هستش، حتی اعتقاد داریم همه جا میتونید کسب علم بکنید، با آدم هایی که بیزینسمن هستن، ثروتمند هستن، مسیر درست رو دارن میرن، بیفتید تو این مسیر و اهداف بزرگی برای خودتون رقم بزنید. تا نیفتید تو این مسیر، نخوای با آدم های بیزینسمن و ثروتمند ارتباط برقرار کنی، روزت بگذره، نخوای بری آموزش ببینی، نخوای فکر خودت رو اصلاح کنی، این اتفاق خوبه برات نمیفته، ذهن ثروتمند برات ساخته نمیشه و ثروت هم به دست نمیاری، ثروت هم سمت تو نمیاد، پول هم سمت تو نمیاد. اوکی؟ پس هیچ مانعی نمیتونه جلوی موفقیت شما رو بگیره غیر از خودتون. هر مانعی که توی ذهنت هست بهانه است. مانع اصلی و تمام مانع ها خودتی، ذهنته. بذارش کنار. تمرکز کن روی کسب ثروت. تمرکز کن روی بیزینس پولساز. خب تو بخوایی خدا این قدم رو برات برمیداره. بریم سر چند دقیقه آخر. تو چند دقیقه آخر بچه‌ها اون شماره کارت رو بذارین تا من این توضیح رو بدم. ببین قرار بود که از دیروز عرض کردم خدمتتون ما 2 تا هدیه بدیم، امروز 2 تا هدیه می‌خواستیم بدیم. چطور به قرعه کشی کنیم یا به قول معروف بدیم تحویل شما؟ ما به این صورت عمل می‌کنیم. یه کارتی را، شماره کارت خودم را پایین بچه‌ها گذاشتن. هزینه اولیه ثبت نام دوره آکادمی ما یا 10% هزینه‌ای که مربوط به دوره آکادمی 1 ساله ما میشه مبلغ 6 میلیون تومانه. این 6 میلیون تومان را شما واریز میکنید به این شماره کارت. نفر اولی که این 6 میلیون تومان را واریز بکنه 90% بقیه هزینه را ازش نمیگیریم. تاریخ ساعت به قول معروف فیش، واریزی فیشی که برای ما ارسال میکنید اون میشه ملاک ما. پس نفر اول و نفر دوم چون مربوط به دیروز هستش که 6 میلیون تومان را به این شماره، الان هست شماره کارت بچه‌ها، به این شماره کارت واریز بکنن 90% مابقی آکادمی 1 ساله ما که دست شما را میگیره به صورت تضمینی میرسونه به درآمد 1 میلیارد را تخفیف میگیرن. این میشه مال نفر اول و دوم. حالا نفرات بعدی که پول واریز میکنن چی؟ نفر سوم و چهارم، این اتفاق فقط امروز هست. نفر سوم و چهارم اون مبلغ را بهشون همین امروز عودت میدیم، واریز میکنیم براشون، عودت میدیم و فقط میتونن یه جلسه مشاوره رایگان ساخت بیزینس پولساز با خودم داشته باشن و نفرات بعدی را اگر واریزی داشته باشیم بهشون عودت میدیم و شماره کارت را برمیداریم. پس از این اتفاق استفاده بکنید. شماره فیشی هم که واریز میکنید به شماره خود همین آکادمی ما 90922 163 6105 فیشتون رو بفرستین، به پشتیبان ما بفرستین، به پیج هایی که ازش وارد شدین خودش پشتیبان داره میتونید به اونجا بفرستین. ما همه را بچهای پشتیبان آماده هستن دریافت بکنن و نفر اول، دوم و سوم و چهارم امروز را انتخاب بکنن و شماره کارت را برداریم. پس 6 میلیون تومان واریزی را انجام میدین و میرین جزو تخفیف‌های 90%، یعنی 54 میلیون تومان تخفیف میگیرید شما برای یک دانشگاه 1 ساله و تضمین رسیدنتون به درآمد میلیاردی. و هر هفته کوچ خود من که این ادامه داره بیزینس پولسازتو بسازه،
دوره‌های آموزشی که تحویل میگیریم 10% این هزینه و نفرات سوم و چهارم پولشون رو برمیگردونیم و فقط میتونن یه جلسه آموزش رایگان داشته باشن. چرا تعداد کم ما انتخاب کنیم؟ ببینید ما تمرکزمون روی موفقیت نفراتی که اینجا هستن. 6 میلیون تومان عددی نیست برای یک سال. 60 میلیون تومان هم عددی نیست برای یک سال. عرض کردم خدمتتون که با 600 میلیون تومان هم اگر بدین، این پکیج خدماتی که داره به شما ارائه میشه که شما میرسیم بعد یک سال به صورت تضمینی به درآمد 1 میلیاردی، عددی نیست. سر یک ماه این هزینه رو برمیگردونه. چرا تعداد کمی قبول میکنیم دانشجو؟ به خاطر اینکه میخوایم تمرکز کنیم روی دانشجوهامون که به اون نقطه برسن. نمیخوایم هزاران فروش داشته باشیم دوره‌هامون رو فقط بفروشیم. ما روی دانشجو کار میکنیم تا نرسه به دوره به درآمد 1 میلیارد رهاش نمیکنیم. و هزینه آکادمی هم که عرض کردم خدمتتون، کسی بخواد به صورت آزاد از سایت ما ثبت نام بکنه همین الان میتونه وارد سایت بشه. آدرسش توی پیج هامون هست. میتونه بره دوره ها رو خرید بکنه، قرارداد باش بسته میشه، ضمانتنامه هایی که مربوط به تضمین رسیدن به درآمد 100 میلیون تومان و 1 میلیارد هست بهشون داده میشه و در قبال اونها 3 ماه و 6 ماه دوره. این 3 ماه و 6 ماه رو من توضیح بدم توی 1 دقیقه. ببینید وقتی بیزینس آموزش‌هاش رو دیدین طی 3 ماه تو دور آکادمیمون این کار می‌کنیم. طی 3 ماه آموزش‌ها رو دیدین، تولید محتوا، فروش، ساخت کانال را یاد گرفتین و انتخاب محصول رو براتون بستیم. بعد از دیدن آموزش‌ها 3 ماه بیزینستون رو کنار ما شروع می‌کنید. 3 ماه ما کمکتون می‌کنیم کمپین برگزار بکنید و درآمد 100 میلیون تومان را که درآمد مطلوب تو آکادمی ما هست کسب بکنید. تو 6 ماه بعدش، بعد از اینکه رسیدیم به درآمد 100 میلیون تومان، توسعه‌اش میدیم. هر موضوعی که تو جلسه آخر یعنی 27 خرداد ما میگیم در مورد توسعه بیزینس. من درآمد 100 میلیونی را کسب کردم، چطور به درآمد 1 میلیارد برسم؟ قطعا باید بیزینس تو توسعه بدی با شاخص‌هایی که آکادمی ما میگه. پس هر چی زودتر این اتفاق و این فرصت چند دقیقه را از دست ندیم. نفر اول و نفر دوم که 6 میلیون تومان را واریز بکنن به این شماره کارت، نفر اول و دوم 90% بخشودگی یعنی 54 میلیون تومان تخفیف دارن تو دوره ثبت نام آکادمی ما. نفر سوم و چهارم پولشون عودت میشه و فقط یه جلسه مشاوره رایگان با خود من دارن. انشالله که موفق باشیم. من دوست دارم همه شما که توی لایو هستید یا بعداً به ما اضافه میشن جزو دانشجوهای موفق ما باشن. رهاتون نمی‌کنیم تا به درآمد 1 میلیاردی ما به صورت ماهیانه برسیم. موفق باشید.